اگر مثلا من آدمایی که میگوید که حضرت ابراهیم به شیطان سنگ زدن، این هم روایتی درست نیست. من مثال من چند داملاهای کلان مفتی های من به زبساش پرتافتن، شیطان زدن برای ایتان، شیطان یکم زندان، شیطان خردی زندان، شیطان کلان یه هفته زندان افتاده است. این ترمینا در شریعت نیست. شیطان زنی خطا است، سنگ پرتایی است. اون حضرت ابراهیم نقل میکنن که گویا شیطان اومد و سنگ زدن، اون هم حدیثی صحیح نیست. نه در بخاری است، نه در مسلم، نه در ترمذی، نه در ابو داود، نه در نسائی، نه در ابن ماجه. حدیث های ضعیف است. حدیث میگود میبیاد اسحاق میگود، اسحاق کشتن و برصدود میگود. اسماعیل بود و زبه، اسحاق حالی نبود. چه خیلی یکی عبارة به جای اسماعیل اسحاق پیدا شد این روایت. بنابراین اون روایت ها باور کرد نمیشه برادر، اون روایت های صحیح نیست که حضرت ابراهیم شیطان زدن. اون ستون شیطان نیست، این سنگ پرتایی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث عایشه هست میگن که انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذکر الله. این طواف کردن در اطراف خانه، صفا و مروه کردن، سنگ پرتافتن، اینها عبادت گردانیده شد محض برای برپا کردن ذکر الله تعالی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر گفته میپرتوید. هر باری که طواف کردید در رو بروی حجر الاسود الله اکبر میگید. گوسفند میکشید بسم الله الله اکبر. اینو برای برپا داشتن ذکر الله.